سلام دوستای عزیز، امیدوارم حال همتون خوب باشه. من یه خانم خونه دارم و توی اوقات فراغت بافت گلیم و فرش و گلیمچم انجام میدم. بیشتر برای خودم میبافم، یعنی برای فروش نیست. حالا اگه کسی دوست داشت میتونم براش این کار رو انجام بدم. این طرحی که میبینید گلیم با رنده، یعنی زمینش گلیمه و بافتش با رند انجام میشه که بیشتر از کانوا استفاده میکنم. میتونم نمونه کارم من بهتون نشون بدم. اینا طرح پشتیه که بعداً میدم پرش میکنم و ازش به عنوان پشتی استفاده میکنم. رومیزی و تو راهرو هر جای بستگی به سلیقه داره، حالا هر کی میخواد یه جای استفاده میکنه. اینم از همین طرحی که دارم الان میبافم. اینم طرح کامل